سلام، شما خوبین؟ در رستوران سلف دهن سرویس بمبئی آب آفتافه رو با دست رو سنگ قبر مشتری قبلی که نقاشی کشیدیم، از اون بالا کفترها زردچوبه چریدن، قیتاس وسواس به خاطر اینکه هنوز تو اون خراب شده بشقاب به دنیا نیامده سفارش داده کف زمین برنج دانه هاشم بلندی هندی بریخن تا باهاش فعلا گلبازی کنه که سرگرم بشه خوش بسره. خدایا فسپولو بدون ظرف، بدون قاشق و حتی بدون امید به زندگی سرو میشود. امیدوارم حداقل اینا پاهاشون بو لاشه سگ و پنیر کپکی نده. ملات که آماده شد قیتاس وسواس غذا رو رو چشاش میذاره و یعنی من مردم واسه این احترام به برکت بودا. شاید ما اسکلیم که پفک دستمون میفته زمین شوتش میکنیم. توف تو بشرت شرف مزه خاک و خل نمیده. در آخرم عنبرنسای اولاغ از قبل زرچوبه خورده ای در قیش و کشم بمبئی چالش غذا با آش عزا با ناسزا توسط سرطان پزا برگزار شده. بله چالش با گوز داور استارت میخوره که یواش گشنه هو چنگ نه لودر دو دستی مگه بیل مکانیکیه؟ دو خم برنزو گرفته یه سال تو یه تکی تو معده یکشون گر کرد رفت خونه باباش. فکر کنم این اولی آقا والدین 2 ماه ننش بهش غذا نداده یه کیسه برنزو تموم میکنه میره لنگ مرغو میگیره فقط خروس هندیا نگیرنه. جایزه این مسابقه دست خر طلاییه که به نفر اول مرد سوزتو ببرن. ای ببند در گاله رو خوش به سرت.